تاجیک چی هسته؟ تازی یعنی کمزاد. تازی که سر قدرت به اونمو موبایل دزدی را یاد دارن و لنده بازی و لچکی و بیبندباری و باز میانی ما را داو میزنن. اگه تو فارسی زبان هستی یکی بیا اینجا بگو که ما خود راجع به اینی گپ میزدیم، شما چرا اومدی داو زدی؟ چرا شما احساساتتون کنترل نمیکنی؟ او تازی های کثیف کمزاد، او تازی لو لایف. کسی که خود فارسی زبان میگه و خود تاجیک میدونه برای شرم است. کتاب شاهنامه ما، فردوسی علیه السلام، حضرت فردوسی بزرگوار در شاهنامه خود گفته تازی. یعنی تو چی تو تاریخ تا نمیدانی و فکر تو سونی رادیو بی بی سی است که رادیو بی بی سی چی شد یاد میگه شما او را پخش کنی؟ شما مردم جرنگانه شیطان هستی. زبان شناسی که میری امون تازی شد، باز تاجیک شده. تازی های کمزاد، تازی لو لایف. برای چتیات میگه شما رو چتیات در کجا میرسانه؟ یکی چتیات یاد داره، یکی لنده بازی را. الک احمد شاه منفور شهید ون، او شهید ون بود. احمد شاه منفور بچه ناجایز ملای پل خشتی بود، به نام جهاد آمد کل دانشمندای شما را قتل عام کرد، کلش از کار کشید. ما میدانم اینمی کل کسانی که دشنا میتی از سمت شمال هستی، از کوتل خیرخانه به او طرف و یک چند تا کابلی بیچاره را شما اعصابش خراب کردی، اونام شما را دشنا میته. شما مردم سمت شمال بری در اینترنت بخونی شمال، دفعه اول واژه شمال اشو زردشت رستگار به کار برده. شمال مانا میته طبیله منحوسا، جایگاه منحوسا. منحوس مانا میته روح گنده. تاجیک تازی کمزاد بگو، بچه شرف داره از تازی کده. بچه ارامی کی بود؟ احمد شاه منفور شهید ون، قهرمان گوچتی، بچه ناجایز ملای پل خشتی بود.